من از شهر قناویز و قناتم، من از شهر قناویز و قناتم، ز شهر توت و انگور و نباتم. کمی روشن ترک گویم عزیزان، خراسان زاده ام اهل هراتم، خراسان زاده ام اهل هراتم. به نام خداوند بخشنده و مهربان، عرض سلام و میر و محبت خدمت بیننده های عزیز. گذاری که ساخته شده دوستا و این زیرگذر که هست خیلی سهولت های خوبی برای مردم عزیز ایجاد کرده که در بخش ترافیک کار ترافیک آسان تر کرده. سهولت های دیگری هست دوستا، مانند این که از قسمت زیرگذر مردم از داخل استفاده میکنند، داخل زیرگذر، و قسمت بالا که هست از روی زیرگذر هم استفاده میشه. میبینیم از داخل هم ببینیم که چه سهولت های دیگری هست، چگونه مردم استفاده میکنن. سلام مجدد خدمت بیننده های عزیز، امیدوارم صحت سالم باشین. دوستان عزیز، داره آمدید داخل زیرگذر، میبینید که همشهریان محترم و عزیز ما از زیرگذر استفاده میکنن، داره عبور مرور میکنن و یک پیامی داریم دوستان. پیام ما چیست؟ پیام ما اینه که بعضی از دوستایی که از داخل زیرگذر عبور مرور میکنن سر صداهای ناخوشایندی انجام میدن، مانندی که سکیل سوارن دوستا، ریسک خطر میگیرن و یا سر صداهای دیگر رو به وجود میارن که خیلی ناخوشاینده. اصلا فرهنگ از بین میبره. هرات شهر علم و فرهنگه. بیاین دوستان عزیز فرهنگ سازی کنیم تا نسل آینده از ما یک چیز یاد بگیره و من باورمند هستم مردم شریف و مردم با عزت هرات از فرهنگ زیادی برخوردار هستند.